بچه ببخشید، من این آلرژی که اینجا توی هوای آلمان خیلی گرده درختها و گل و این حرفا زیاده. بعد با همین حساب متاسفانه من یه خود آلرژیک دارم پیگیری میکنم قضیه رو. خب الهی با میدی از تو. خب بچه من صفحه‌مو باید با شما شیر بکنم تا اینکه با هم دیگه برویم جلو. خب اول یه توضیح کوچولو بدم. بچه سیستم دیزاین قضیهش اینه که بچه که سینیور میشن لولشون میره بالا و عرض به خدمتشون با تجربه و این حرفا، بس حالا لول زیاد شاید جذاب نباشه، ولی بحث بیشتر اون تجربه کاری است. بچه که تجربهشون بیشتر میشه یواش یواش میرن سمت اینکه سیستم دیزاین ازشون خواسته میشه، یعنی واقعا که سیستم دیزاین بکنن و ارزم به خدمت شما که کارهایی که مربوط میشن به سیستم دیزاین رو انجام بدن، چون که دیگه سیستم های مختلفی رو دیدن، دیزاین های مختلفی رو دیدن، کلی چیز میز دیدن و حالا ازشون درخواست میشه که اینجوری بدهیشون رو به پروژه ادا بکنن و حالا هر چیزی. خب این سیستم دیزاین اساسا قضیهش چیه؟ چی کار میکنه این آقایی که مثلا میخواد بیاد؟ من یه سناریو تعریف میکنم که آقا شمایی که میخوای سیستم دیزاینر باشی، شما که میخوای سیستم دیزاینر باشی به عنوان یک سیستم دیزاینر یک پروژه ای رو ما اینجا تعریف میکنیم و بعدش میریم سیستم رو دیزاین میکنیم دیگه. پروژه چیه؟ یک فروشگاه اینترنتی. من میخوام توی این فروشگاه اینترنتی یه چیزی حدود 2 میلیون محصول رو بفروشم. 2 میلیون محصول رو میخوام بفروشم. عددش خیلی بزرگه دیگه، یعنی میخوام واقعا پروداکشن در حد خیلی خیلی بزرگ رو میخوام صحبت بکنم، نه 2 میلیون محصول متفاوت رو، نه من کلا 2 میلیون محصول دارم. ممکنه مثلا چه دارم 200,000 تا 300,000 تا محصول متفاوت باشه. الان من تو استوریجم اونقدر تعداد محصول دارم توی انبارم. ارزم به خدمتتون حالا چجوری من میخوام دیزاینش میکنم. اوکی آقا من چیزی حدود حالا مثلا میگیم 200,000 نوع محصول دارم تو کاتگوری‌های مختلف، دسته‌بندی‌های مختلف و این حرفا. خب در نتیجه یعنی من یه دیتابیس خیلی عظیم میخوام برای در وهله اول برای نگهداری این حجم از محصول با کلی دیتا و کلی حالا متا دیتا دیگه. یعنی این محصولات کلی اطلاعات دارن با خودشون، کلی عکس و این حرفا، ممکنه فیلم داشته باشن با خودشون. خب قضیه از چه قراره؟ من نوشیدنیمو نیاوردم، یادم رفت کجا گذاشتمش، مهم نیست. قضیه اینه که من بیام فکر میکنم مثلا ما رفتیم توی شرکتی، من به عنوان یه شرکتی که مثلا میخوام این کار رو برای اون شرکت فروشنده انجام بدم، مثلا فروشگاه مبلمان میتونه باشه، فروشگاه محصولات الکترونیک میتونه باشه، هر چیز دیگه ای. میریم اونجا میشینیم ما هم یه صحبت میکنیم. خب آقا بسم الله الرحمن الرحیم، شما گفتی که انقدر تعداد چی داری، من میخوام این وبسایت رو براتون بسازم. تعهد هم از من خواستی که تیمت رو برات تشکیل بدم و ترین بکنم. اوکی، با توجه به شرایط بازار و تعداد دیولپرایی که بیرون هست، درای آینده شما خوبه که پروژهتون رو روی ریاکت بالا بیارید و با توجه به اینکه حالا میخوای رو بحث SEO و حالا پرفورمنس و اینا هم خیلی برات مهمه، خب بیا روی باید Next.js رو اینوالو کنی. حالا اون طرف اول میپرسه خب چرا حتما Next.js؟ من یه پسر خاله دارم تو آمریکا کار میکنه، اون خیلی اصرار داشت که حتما با انگولار بریم بالا. من ازش میپرسم خب چرا انگولار؟ این پسر خالتون نگفته که چرا انگولار؟ چرا پسر خالم گفت انگولار خیلی قویه، خیلی قدرتمنده، بعد برای پروژه شما خیلی انگولار بهتره. من در جواب بهش میگم بله، پسر خاله شما کاملا درست گفته که انگولار قوی تره، کاملا قوی تره. حتی ما یه فریم ورک دیگه داریم مثل ویو جی اف خیلی راحت تره، دست کمی هم از انگولار ریاکت نداره. اما در نهایت من چون تقبل کردم که برای شما تیمتون رو هم تشکیل بدم و من همچنان به دو تا دوربین نگاه میکنم بچه که چه باشه، من چون تقبل کردم که به
تیمتون رو هم براتون تشکیل بدم، در نتیجه باید از این بابتم خیالم راحت باشه که میتونم برای شما دیولپر استخدام بکنم دیگه. تعداد دیولپرهای انگولار خب کمتره، یعنی در نتیجه استخدام کردنشون سخت‌تره، چون پروژه کمتره دیولپر هم کمتره. رو همین حساب برای خودتون سخت میشه که بعدا بخواید ادامه بدید اگه بخواید استخدام بکنید. نه من اینجوری نگاه کردم، اگه میخواید با انگولار میتونیم جلو بریم. نه آقا حل حالا، یا نه آره با انگولار بریم جلو. نه به فرض اینکه این آدم قبول کرد که با ریاکت و باقی مسائل بریم جلو. خب این از فرانت اندمون. پس مشخص شد ما میخوایم ریاکت استفاده کنیم. با توجه به اینکه پروژه بزرگه، خب ما چند تا گزینه داریم. میتونیم کلا بک اند رو خودمون بنویسیم، ببریم روی یک مثلا کلاود مثل AWS یا مثلا Azure یا حالا GCP و آره میتونیم بریم روی یک از اینا، یا اینکه کلا بیایم از اول روی چی کار کنیم. بیایم از اول روی پروژه آوتسورس کار کنیم. برای مثال خب از اینجا بازی ما شروع میشه بچه‌ها. عرضم به خدمتتون که خب حالا من صفحه‌مو باید شیر بکنم اینجا با شما بچه‌ها که بریم جلو ببینیم که ما به جای بک اند حالا از چی استفاده بکنیم. اوکی، اونجا صفحه منو ببینید. حالا به فرض این که بچه‌ها من رفتم پیش این بنده خدا و حالا اومدیم تصمیم برای شده که ما برای اینکه در وهله اول یعنی هم نیروها رو کنترل بکنیم، یعنی طرف پیش خودش گفت میگه که من به جای اینکه بیام مثلا 10 تا دیولپر استخدام بکنم و مثلا بیام ماهی 5000 یورو مثلا به اینا یا 7000 یورو 10000 یورو مثلا بهشون حقوق بدم، به یک سینیور مثلا 5000 یورو حقوق بدم، به یک تیم لید مثلا 7000 یورو حقوق بدم، به یک سی تی او هم مثلا بیارم 10000 یورو بهش حقوق بدم. خب بیام یه کاری میکنم ماهی 1000 یورو که اینا مثلا بیا بک اند منو نگه دارن یا مثلا بیان چه میدونم کار دیگه بکنین، حرفا میام ماهی 1000 یورو به فلان شرکت و ماهی 1000 یورو به اون یکی شرکت، ماهی 1000 یورو با 3000 4000 نه 10000 یورو کلا سرته سرویس هامو در میارم، بعد 2 تا 3 تا دیولپر کمتر استخدام میکنم، در نهایت میبینی 20000 یورو مثلا در ماه به نفعم شد. این سرویس ها کدومن؟ اون یعنی من به عنوان مشاور و اون آقا به عنوان کسی که داره بیزینس رو ران میکنه باید همش فکر مسائل مالی باشیم دیگه. چرا؟ چون اگه پول در نیاد و پول زیاد خرج بشه طرف میگه خب من نمیخوام اصلا، خداحافظ. خب حالا از اول میگیم آقا ما برای دیتابیس، برای اینکه محصولات رو یه جای نگه داریم یک سرویسی لازم داریم. اون سرویس چی باشه؟ من بهش پیشنهاد میدم آقا کامرس تولز. میگیم آقا کامرس تولز یکی از اون پروداکتاییه که به شما کمک میکنه بتونی حجم عظیمی از دیتا رو اونجا ذخیره بکنی و نگه داری. تمام محصولاتت به راحتی میتونه اونجا نگهداری بشه. یعنی شما میتونی کاستومرات اونجا داشته باشی، یوزرات بیان ریجیستر میکنن، از API های اون استفاده میکنیم. حالا بهتون در مورد API هاش هم میگم. ارزم به خدمت شما که بچه‌ای که تو اینستاگرام هستید بیاید توی یوتیوب من این اینستاگرامو چند هفته دیگه قطع میکنم چون صفحه‌مو شیر کردم، بهتری بیاید اونجا. آره میتونیم یوزرامون رو اونجا ذخیره بکنیم توی کامرس تولز. اینجا تو کامرس میتونیم یوزرامون ذخیره کنیم، میتونیم محصولاتمون رو اینجا تعریف بکنیم هر چقدر محصول خواستیم، میتونیم ارزم به خدمت شما که کاتگوری‌های مختلف داشته باشیم، میتونیم شاپ های مختلف داشته باشیم. مثلا در نظر بگیرید فروشگاه رفاه رو مثلا. خب فروشگاه رفاه کلی مثلا شعبه داره تو جاهای مختلف دیگه. بعد فکر کنید شما میذارید رفاه.com یا .ir بازم عذرخواهی میکنم بابت آلرژی، میذارید رفاه.ir، بعد این سایت فروشگاه رفاه میاد، بعد میگه خب من فلان محصول رو میخوام، بعد رفاه میگه اوکی من یه قابلیتی میخوام بهت بدم تحت عنوان مثلا کلیک اند کالکت، مثلا میری اینو تو سایت میخری ولی میگی خودم میخوام برم بگیرمش، بعد من نشون میدم که آقا اینو خریدی فلان فروشگاه و فلان فروشگاه و فلان فروشگاه اطراف شما
این فروشگاه اطراف شما مثلا این رو اه، داره، هر کدوم خواستی میتونی بدی مثلا ازش برداری. خب اینا رو با کامرس تولز ما میتونیم خیلی خوب پیاده بکنیم، چون ما میتونیم فروشگاه های مختلف هم چی کنیم، یعنی مثلا بگیم این محصول وجود داره، این محصول توسط این فروشگاه ها ارائه میشه. خیلی اوکی، پس ما یه جایی رو پیدا کردیم دیگه، لازم نداریم که بک اند دیولپر مثلا بیایم دیتابیس دیزاینر مثلا استخدام بکنیم. پس یه نفر رو ما همین الان هستیم، یکی دو نفر سه نفر رو حتی اینجا الان حذف کردیم. بعدش حتی تو پروژه های مثلا پروژه میتونه متفاوت باشه، میتونه پروژه‌ای باشه که واقعا نیاز داریم. مثلا الان این پروژه چون فروشگاهی ما اینجوری داریم دیزاینش میکنیم، یعنی این یک پروژه خاصه که داره به صورت خاص هم دیزاین میشه. همه پروژه ها الزاما اینجوری بچه دیزاین نمیشن. ارزم به خدمت شما که از اون ور نگاه میکنیم ببینیم که خب ما الان تمام دیتامون رو کاستومرامون رو، ارزم به خدمت شما که پروداکتمون رو، کاتگوریامون رو، شاپ هامون رو، همه رو توی کامرسوس گذاشتیم. خیلی خوب. حالا کامرسوس خودش یه سری ای پی آی داره دیگه، میگه آقا من واسه این ای پی آی که میتونی کاستومایزش بکنی، میتونی دیتا رو فچ بکنی و به یوزر نشون بدی. تا اینجا شد. خیلی خوب. مرحله بعدی، آقا شما برای سایت سرچ هم میخوای دیگه؟ بله من سرچ هم لازم دارم. اوکی، برای سرچ میگیم که اوکی برو سراغ الگولیا. الگولیا سایت سرچ یه سرچ انجین قوی و قدر، خیلی هم کار درست. بچه اینا ابزارهایی که من دارم میگم ابزارهای آلمانی هن. خب اینا همه تو آلمانن و ما شرکت آلمانی به صورت خیلی اگزاجره و خیلی حال به همزن اصرار دارن که حتما از پروداکت های آلمانی استفاده بکنن. خیلی حال به همزن، یعنی یه جوری اصلا مغز سوت میکشه. برای من ایرانی تعریف نشده. من ایرانی همیشه مرغ همسایه برام قاز بوده دیگه، همیشه گفتم ابراروان نه، AWS مثلا آره. در صورتی شاید من از اون فیچرها استفاده نمی‌کردم، ولی خب حالا واسه من اینجوریه. بعد چه عجیب و غریب میخوان دیتاشون توی آلمان بمونه. همه شرکت‌های آلمانی نمیدونم بر اساس قوانین اینجوریه یا واقعا خودشون دوست دارن. یعنی اگر یه پرووایدری بیاد مثلا 100% گارانتی بکنه که دیتاتون توی آلمان میمونه، حتی کیفیت عملکردش از کیفیت عملکرد یک شرکت آمریکایی پایین‌تر باشه، ترجیح میدن با این آلمانی کار بکنن. این خیلی براشون مهمه. باری میگیم آقا میخوایم سرچ انجین هم داشته باشیم. این سرچ انجین الگولیاست که کمک میکنه ما بتونیم سرچ داشته. مثلا بچا دیجیکالا یه سرچ داره اینجا. دیجیکالا، خب این میذارم باز کنه. بله باز میکنه. اینجا میبینید این سرچ که اینجا تو دیجیکالا میبینید، اینو مثلا ما الان میایم تو سایت های مختلف میایم با الگولیا چه میکنیم، ایمپلمنتش میکنیم. سرعت خیلی بالاتره. بالاتر یعنی چی؟ خود نسبت به چی نمیدونم. سرعت مثلا اینجا آیفون اگه سرچ بکنم چی بهم میده؟ با سرعت خوبی آورد، ریکامندیشن و همینجور داره لود میکنه. چیز خوبیه، یعنی سرویسی که احتمالاً دیجیکالا رو استفاده میکنم سرویس خیلی خوبیه. نمیدونم، ولی این سرویسی که مثلا ما استفاده میکنیم با ای آی هم داره کار میکنه. کلا شرکتی که استفاده میکنن ازش بریکس و کلی شرکت دیگه هم دارن ازش استفاده میکنن. تو اینستاگرام هم هستیم دیگه، کلی شرکت دیگه هم استفاده میکنن ازش، آسانا و نوشن و حالا کلا شرکت خوبیه. خب چیکار میکنه؟ میگیم که آقا ما دیتا رو، یه بخشی از دیتا رو نیاز داریم، نه همه اون دیتایی که توی کامرس تولز هست. یعنی من یه پروداکت دارم تو کامرس تولز و میخوام یک بخشی از دیتایی که مربوط به این پروداکت هستش رو بیارم و اینجا نشون بدم. مثلا همین دیجیکالا تو صفحه سرچش میبینی همه دیتا رو نمیخواد نشون بده. خب من مثلا پروژه‌ای که باش داریم این کارو میکنیم porta.de، خب مثلا من اگه اینجا سرچ بکنم سوفا، خب میاد سوفا رو من نشون میده. بچه ببینید چیا رو داره من نشون میده. یعنی احتمالاً واریانت چرا بهم نشون میده. بذار من برگردم. دونت الو ما هم مثل آلمانی ها ایزی نمیدیم که دیتا خیلی خیلی رو دیتا پرایوسیشون اهمیت میدن.
چرا دارم میگم این رو نمیدونم. ببین این مثلا این مبل رو میبینید، اومد دیتایی که داره نشون میده بابت این مبل اسم دیتاست. خب این پایین سمت راست، پایین سمت چپ، پایین سمت چپ بچه‌ها نگاه کنید، لینک این پروداکت، بعد واریانتاشو داره نشون میده، مثلا میگه این رنگ‌ها رو وجود داره. بعد عرض به خدمت شما که همین تو بعضی مواقع مثلا ممکنه دیتاهای دیگه هم نشون بده. من روش کلیک میکنم، بعد دیتای مربوط به این مثلا پروداکتم رو هم عکساشو میاره نشون میده، هم اسلایداش، حالا همه چیشو دیگه، اینکه مثلا چقدر زمان میبره تا مثلا به دستمون برسه و این حرفا. خب این دیتا رو ما نمیخوایم تو الگولیا ذخیره بکنیم. ما تنها دیتایی که میخوایم ذخیره بکنیم تو الگولیا این دیتایی که اینجا داره نمایش میده. چرا؟ چون که اصلا ما میخوایم پیلودمون پایین باشه که راحت بتونیم دیتا رو بفرستیم تو سرچمون دیگه. یعنی این سرچ که من اینجا دارم 1938 تا آرتیکل داره من نشون میده، من نمیخوام اونقدر بزرگ باشه. خب یعنی میخوام انقدر سبک باشه که تون، یعنی همین کاری که دیجیکالا کرده دیگه. ببینید یه عکس، یه مقدار، یه سری دیتای کوچیک، برای چی؟ برای که بتونه تون دیتای مورد نظرش رو جا کنه، لود بکنه. اوکی. خب پس اینم شده از سرچ انجینمون. مهندس، بله آقا شما ببین من میخوام این راحت الحلقوم باشه، اینو من میخوام یه جوری باشه که مثلا فردا روز یه پروژه دیگه هم ممکنه داشته باشم دیگه. خب چه پروژه دیگه؟ ببین میدونیم ما یه بیزینس دیگه هم داریم که تو کار لوازم الکترونیکی مثلا. خب میخوام این پروژه رو یه جوری بر من بسازی. این پسر خالم تو آمریکا یه اسم خوبی گفت، مولتی تننت، یه چیز تو این مایات، چند مستاجره این حرفا. اوکی، مولتی تننت. خب مولتی تننت قضیهش چیه؟ مولتی تننت قضیهش اینه که شما یه پروداکت رو اینجوری میسازی و چند جا استفاده میکنی. اوکی خیلی خوب، پس ما رفتیم سراغ پروژه مولتی تننت، اما در نتیجه ما باید کامپوننت هامون رو خب مولتی یوز بسازیم، مطمئن بشیم که قطعا مولتی یوزه. و چجوری دیزاین کردن صفحات هم، مثلا ما یه سری صفحات داریم که بچه مثلا مثل این، خب این صفحه رو بچه های تیم کانتنت میخوان که هیچ سردشته هم از برنامه نویسی ندارن، میخوان اینو رو بتونن خودشون بدونی که به ما نیاز داشته هر سری به ما ریکوست بزنن، میخوان چی کنن دیگه؟ میخوان اینو دیزاینش کنن، تغییرش بدن. کلی صفحات دیگه داریم که بچه‌ها میخوان این کارو انجام بدن. میخوان بخش مثلا فوتر رو، این فوتری که مثلا این جهتشو میخوان خودشون بتونن تغییرش بدن. حالا این بخش نیوزلتر، این بخش فوتر، بعد حتی این بخش هدر و خیلی چیزای دیگر رو مثلا میخوان اینا رو میخوان تغییر بدن. یا اصلا می‌بینید قسمت فروشگاه ها نگاه میکنن میخوان این قسمت ها رو تغییر بدن این حرفا. خب یعنی نمیخوان دیپند باشن به برنامه‌نویس باید یه جوری این کامپوننت ها رو پیاده بکنه که مولتی یوز باشن و بشه هر چیزی رو بهش پاس داد و دیتا رو نمایش بده. چیکار میکنیم؟ میگیم آقا بیا از کانتنت فول استفاده کن. کانتنت فول دقیقا همین کار رو میکنه. ما یه کامپوننت میسازیم، کلی وریبل داره، کلی پراپس باید بهش پاس بدیم و این کامپوننت رو میایم مایگریت میکنیم توی کانتنت فول. و بچه‌های مثلا ما میگیم کانتنت گرلز، خانمایی هستن که تو تیم کانتنت کار میکنن و اونا تصمیم میگیرن که چه دیتایی رو باید نمایش داده بشه و اونا دسترسی دارن به کانتنت فول، به این بخش کانتنت فول، تا میتونن همه جای سایت رو اونا دستکاری کنن، دیزاین کنن و تغییر بدن. و مثلا میخوان این کامپوننت که مثلا میتونه کامپوننت نمیدونم نیوزلتر باشه رو میخوام بردارن، یا میخوام فلان اسلایدر بذارم مثلا صفحه اصلی سایت رو. خب ما به عنوان برنامه‌نویس اصلا دخل و تصرفی توش نداریم. وردپرس تور، خب این کانتنت منیجمنت دیگه، هدلس کانتنت منیجمنت سیستم بهش میگیم. یعنی خودش به خودی خود دیزاینی نداره. خب خودش دیزاین، مثل وردپرس میگه من دیزاین هم ظاهر رو هم بهت میدم، تو میتونی حتی میخواستی رو اینستال بکنی، خود دستکاری بکنی نرفا. اما ما این کانتنت منیجمنت سیستم این میگه نه، من دیزاین بده، دیزاین خود برو طراحی کن برو بیار، من بهت کمک میکنم که اون دیزاین ها رو نگه داری. اینجا دیتایی که میخوای رو توش میگیم اوکی. پس در نتیجه این اسلایدر اصلی رو
ما طراحی کردیم ولی دیتا، این عکس‌ها رو می‌بینی، این عکس‌ها رو من نداشتم، این عدد رو می‌بینی که اینجاست، اینو من نداشتم. ما فیلد هایی رو قرار دادیم توی پراپس هر کدوم از کامپوننتمون، اجازه میدیم که این دیتا دریافت بشه. خیلی پس بچه‌ها ما الان 3 تا تکنولوژی داریم در عمل که میتونیم ازش استفاده کنیم به عنوان چی؟ بخش بک‌اندمون. ما کامرشوز داریم که دیتا رو توش ذخیره میکنیم، ما الگولیا داریم که سرچ ازش استفاده میکنیم، و ما کانتنت فول رو داریم که چیکار میکنه، که میاد صفحه هامونو هدلس سی ام اس یه جوری دیگه صفحاتمون رو برامون نگه میداره. یعنی حتی اگر من بیام اینجا روی این مثلا این پروداکت کلیک بکنم و منو میاره اینجا، خب این که نحوه چینش اینو مثلا این بخش مثلا در مورد پروداکت توضیح میده، اینجا عکسش نشون میده، اینجا اسلایدر رو نشون میده، اینجا دوباره یه سری چیزایی دیگه داریم، اینجا دوباره یه سری چیزی، هر کدوم از اینا رو خب من کامپوننتش رو ساختم، من برنامه‌نویس یا دیولپر کامپوننتش رو ساختم و در نهایت کی میاد این کار رو انجام میده؟ اینا رو اینجا میچینه کنار هم دیگه، تیم کانتنت با ابزار کانتنت فول. خیلی خوب، پس من بچه‌ها سیستم رو اینجوری دیزاین کردم. تموم شد؟ نه هنوز، تازه به بسم الله پروژه رو شروع بکنیم. پروژه رو با چی شروع میکنیم؟ اوکی، ما میخوایم با نکست جی اس شروع بکنیم. به نظرتون حالا این دیگه اینا دیگه ایمپلمنتیشن داخلیه دیگه من نمیتونم با اونر صحبت بکنم، چون من با اونر صحبت میکردم، با اونر که میگم یعنی استک هولدر، اصطلاحاً کسی که قرار پولش رو بده، صحبت میکردم و بهش میگفتم که آقا مثلا این هزینه این ماهیانه انقدر، هزینه این ماهیانه انقدر، بودجه تو به ما بگو، هزینه بعد کلی چیزای دیگه تا من پول رو بدونم چجوری باید اوکی بکنم. بعد از اینکه ما پول رو ازش گرفتیم و باش حساب کتابمون انجام دادیم و گفتیم اینقدر هزینه داره، میگیم خب از این ابزارها میخوام استفاده کنیم، ماهی اینقدر تو باید بابت این ابزارها هزینه بکنی. حالا میخوایم بریم سراغ جی سی پی، گوگل کلاود پلتفرم، میخوایم بریم سراغ AWS، آمازون وب سرویس، میخوایم بریم سراغ اژور، مایکروسافت اژور، اژور کلاود سرویس. ببینید این میتونه AWS باشه، میتونه GCP باشه، میتونه این باشه و حالا هر چیزی. اینا دیگه چی تکنیکال داخلیه. بچه‌ها توی چی؟ بچه‌ها توی اینستاگرام بیاید یوتیوب، بچه‌ها بیا یوتیوب یا توی توییچ. اوکی من یه نگاه بندازم ببینم همه چی اوکیه، همه چی اوکی سو alles gut. خب کجا بودیم؟ خب حالا بچه ما حالا کلاود رو انتخاب کردیم، یعنی میگیم که میخوایم روی کدوم اینفراستراکچر بریم بالا. البته اینو اما اول انتخاب نمی‌کنیم و اینو بعداً باید بشیم تو تیم صحبت بکنیم که اوکی حالا ما میخوایم بریم سراغ Next.js میخوایم استفاده بکنیم. میگیم اوکی آقا این Next.js ماست، پروژه رو میخوایم با Next.js فرانت اندش رو میخوایم با Next.js پیاده بکنیم. ISR هم میخوایم استفاده بکنیم برای اینکه پرفورمنس مهمه. یه بخشی از پروداکت رو میایم روی سرور رانش میکنیم، یه بخشی رو میفرستیم روی سیستم کلاینت ران بشه. میگیم که ISR versus SSR versus SSG CSR. خب ببینید اینا server side rendering, client side rendering, but incremental static regression که حالا الان بیشتر ما روی ISRیم بیشتر. ارزم بخدمت استاتیک سایت جنریشن هم که خیلی دیگه ابتداییه، خیلی کلا استاتیکه، یعنی داینامیکلی نداره. پرسپولیس صنعت نفت صفر. چرا؟ ارزم به خدمت شما که آرزم خدمتتون که خب پس ما تصمیم گرفتیم Next.js هم بیاریم بازی بدیم. حالا ما میخوایم بریم سراغ میکرو فرانت اند. چرا؟ چون من بخش پروداکتمو دارم، بخش PLP دارم، ما به این بخش میگیم PLP Product List Page، اینجا PLPه. خب این PLPه، یعنی من میخوام لیستی از پروداکت. این قسمت مستقیما با الگولیا در ارتباطه،
این قسمت رو وصل میکنیم به الگولیا تا از الگولیا دیتا رو بگیره. الگولیا خودش باید وصل باشه به چی؟ یعنی من باید یه بک اندی داشته باشم که میخوایم احتمالاً بک اندمون رو میایم با نود جی اس میزنیم، چون من میخوام همش، چون بیشتر فرانت اند دیولپر لازم دارم، در نتیجه میان فول استک دیولپرایی رو استفاده میکنن که بک اند استکشون عموما نود جی اسه، با اکسپرس، فستیپا یا نست جی اس آشنایی دارن، چون که ازشون میخوام تسکای چی هم بکشم دیگه، یعنی هم فرانت اند میخوام ازشون بکشم هم بک اند بکشم ازشون. خیلی خوب، در نتیجه من فول استک دیولپر هایی استفاده میکنم که استکشون جاوا اسکریپتیه. اما من که با جاوا اسکریپت وقت پروژه نمیزنم که. جاوا اسکریپت یک زبان برنامه‌نویسی که فقط قرار رو براوزر حضور داشته باشه. یعنی کسی تایپ اسکریپت بلد باشه، تایپ اسکریپت بلد نباشه که اصلا استفادهش نمی‌کنم. عرضم به خدمت شما که شد این از این. پس من میخوام میکرو فرانت اند داشته باشم، چرا؟ چون بخش پروداکت هم جداست، بخش پی ال پی هم جداست، بخش PDP پروداکت دیتیل پیج هم جداست، و عرضم به خدمت شما که authentication و authorization جداست، یعنی بخشی که مربوط میشه به authentication و authorization دیگه، ثبت نام و لاگین کردن این حرفا، و چند تا بخش، حالا ممکنه بخش دیگه هم اضافه کنم. پس من سراغ میکرو فرانت اند برای این میکرو فرانت اند مونوریپو. خب میکرو فرانت اند منیج کردنش کار سختیه. خب میکروفون مونوریپو هم مثلا اگه مونوریپو باشه، بعد چیکار میکنم؟ میام از تکنولوژی NX استفاده میکنم، میگم آقا NX رو میخوام داشته باشم. یادش رفته بود سرفه. خب من از NX استفاده میکنم تا بتونم پروژم رو خیلی قشنگ و طراح تمیز و خوشگل منیج بکنم که لازم نباشه که مثلا بابت هر میکرو فرانت اند، هر کدوم از فرانت اندام بیام مثلا یه نود ماژول داشته باشم و عرض به خدمت شما، چون میدونید که نود، اصلا خود نود ماژول هم میتونه یک سیاهچاله باشه دیگه، انقدر سنگین و بزرگ باشه این حرفا. پس ما تصمیم میگیریم که بیایم اوکی، من اگه میخوام بخش مختلف رو داشته باشم، میخوام سپریشن اف کانسرن رو هم حفظ بکنم، میام از NX استفاده میکنم که بتونم پروژه رو راحت منیج بکنم دیگه. پس ما NX رو هم اضافه کردیم برای میکرو فرانت اند. بچه‌ها شاید خیلی از چیزایی که من میگم رو شما ندونید، متوجه نشید. من فقط دارم روند رو میگم. خیلی چیزاش ممکنه به گوشتون نخورده باشه، اما شنیدن این روند باعث میشه که بدونید که اون تهش، اون آخرش چیا هستش. وقتی من حرف از مهندس نرم افزار، سافت‌ور انجینیر، سافت‌ور آرکیتکت میزنم، در مورد اینا صحبت میکنم. ببینید چند تا سرویس بچه‌ها، بعد ما بک اند دیولپر نداریم اصلا تو این پروژه. یعنی من بیشتر اونایی رو استخدام میکنم، فرانت اند دیولپرای فول استک دیولپرای استخدام میکنم که فوکسشون روی چیه؟ رو فرانت انده، اما بک اند هم بلدن. چون ما آنچنان تسک بک اندی نداریم. ما ای پی آی اینو برمی‌داریم، با ای پی آی این کال میکنیم، بعد اینا رو دیتاشو با هم دیگه ترکیب میکنیم، یه ای پی آی دیگه مینویسیم و میدیم به فرانت اند. آنچنان کار عجیب و غریبی تو سطح بک اند انجام نمیدیم. خب این تصمیم من بود که بیام آقا پروژه رو اینجوری دیزاین کنم، چون یه نفر دیگه بیاد یه جور دیگه دیزاین بکنه. من با توجه به داشته هام گفتم اوکی آقا من میخوام پروژه رو اینجوری دیزاین بکنم، ترجیح همینه. یعنی مثلا بک اند دیولپر ندارم اینجا الان، یعنی کسی که بک اند دیولپر محض باشه ندارم، هر کی هست فول استک دیولپر و قطعا سینیور، قطعا سینیور و فول استک دیولپر. چرا؟ چون شرکت گفته من پول خوبی میدم بهت، اوکی سالیانه مثلا چند انقدر میلیون یورو بهت میدم، اوکی قبول. پس من نیروی خوب استخدام میکنم، نیرویی که فول استک باشه استخدام میکنم. حالا بعد دیگه این شد. پس چی؟ میکرو فرانت اند چیکار میکنیم؟ یا AWS یا چی؟ میام از داکر باید استفاده بکنم. برای چی؟ برای اینکه بتونم اینا رو همینجا بیلد کنم. میخوام پروژه رو کجا نگه میدارم؟ روی گیت هاب نگه میدارم. بعد بشینم اکشناش هم بنویسم، گیت هاب اکشناش هم بنویسم. ببینید استپ بای استپ خیلی چیزا هستش. این که اینا رو چجوری به هم دیگه وصل کنی و کنار هم بچینی رو، خب در نهایت یک سیستم دیزاینر انجام میده. شاید نوشتن یک گیت هاب اکشن به تنهایی، یا نوشتن مثلا یمل نویسی برای حالا اون قسمت کوبرنتیز و این حرفا رو، یا مثلا چه میدونم
CI/CD کلا، حالا CI/CD رو مثلا چه می‌دونم یک دیوآپس مثلا بتونه انجام بده، بخش فرانت اند رو یک فرانت اند دیولپر، بخش بک اند و بک اند دیولپر. اما اینکه نخ تسبیح همه اینا باشی و تو ذهنت بدونی که چجوری همه اینا به هم دیگه وصلن و چجوری همه اینا با هم دیگه کار میکنن و کدومشون پرفورمنسشون بهتره، کدومشون ایرادش کدومه، چی به چیه، اینکه های لول بتونی نگاه بکنی، اینها میشه چی میکنه شما رو مهندس یک مهندس نرم افزار، یک سیستم دیزاینر، یک سیستم آرکیتکت. خب من این بخش رو بیشتر از این ادامه نمیدهم،